안녕하세요 여러분. 저는 한국어 선생님 마리암이라고 합니다. 반갑습니다. 여기서 고투 트레인입니다. سلام. من مریم بادامچی هستم. به گوتو ترین خوش اومدین. امروز میخوایم درس اول زبان کره رو با هم دیگه داشته باشیم. 그래서 준비 여러분. 화이팅! بچه ها اول از هر چیزی بیایم یاد بگیریم اصلا زبان کره از کجا آمد. به زبان کره چی میگن؟ میگن هنگل. هنگل یعنی الفبای زبان کره. اینجوری هم می نویسنش هنگل. 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 اوکی؟ خب حالا اصلا هنگل یا الفبای زبان کره از کجا آمد؟ بچه ها 1500 سال پیش کره یه فرمانروایی داشته به اسم فرمانروایی چوسان. فرمانروایی چوسان. بعد این فرمانروایی چوسان یک مدت خیلی طولانی نزدیک به 500 سال حکومت میکنه. خیلی زیاده. بعد توی این 500 سال چندین تا شاهنشاهی و فرمانروایی مختلف داشته. 4مین شاهی که این فرمانروایی داشته اسمش پادشاه سجونگ بوده. این آقایی که این وسط میبینید اسمش سجونگ بوده. سجونگ. سجونگ وانگ. وانگ بچه ها به زبان کره‌ای یعنی پادشاه. کینگ. اوکی؟ سجونگ وانگ. سجونگ اسمش بوده. سجونگ وانگ پادشاه سجونگ بوده. خب این آقا میاد چی کار میکنه؟ این آقا میاد میگه بس دیگه، ما هرچی همش زیر سلطه چینیا هستیم، زبانمون چینی شده، به چینی داریم صحبت میکنیم، بیایم الفبای جدیدی رو اختراع بکنیم به اسم الفبای کره‌ای که کره‌ای‌ها فقط به همون الفبا صحبت بکنن، به همون الفبا بنویسن و بخونن که خیلی ساده تر از این چینی باشه که ما الان داریم میخونیم یا بچه‌های ما دارن میخونن. چرا؟ چون بچه‌ها این عکس سمت راستی رو لحظه ببینید. این زبان هنجه، زبان چینیه. به الفبای چینی میگن هنجه. هنجه. این زبان هنجه. زبان هنجه یا الفبای چینی بیشتر کاراکتر دارن، بیشتر از این که بخوان تک حرفی باشن. اینجوری نیست که مثلا تک حرف باشن. مثلا هر کدوم از این در واقع کاراکترهایی که الان اینجا نوشته شدن اینا حرف نیستن، اینا هر کدومشون کاراکتر، هر کدومشون معنی میدن برای خودشون. بعد یک خیلی سختن، یعنی اصلا یک تعداد عجیب غریبی کاراکتر دارن چینی ها، به قدری که چینی ها اومدن گفتن الان چینی های الان اومدن گفتن که اوکی ما یه دونه چینی قدیمی داریم که اون مثلا توی کتابا و این داستانای قدیمی و مثلا سنگینشون هست. یه سری چینی جدید دارن، بروز شده دارن که این چینی جدید و بروز شده چینیه که الان مثلا با هم دیگه صحبت میکنن و ساده تره. آره. و باز هم با این حال پادشاه چوسان یا آقای سجونگ میاد میگه اوکی ما دیگه نمیخوایم در واقع زبانمون چینی باشه، الفبامون چینی باشه، الفبای ما باید کره‌ای باشه و الفبای جدید رو اختراع میکنه. بچه‌ها تو این عکس نگاه بکنین. اون الان اینجا نورت کره و ساوت کره، کره شمالی و کره جنوبی اون موقع زمان چوسان خب با هم دیگه بودن دیگه، اینجوری جدا از هم نبودن که، با هم دیگه بودن. یه قسمتی هم اینجا از چین رو داشتن، تازه یه قسمتی از ووهان چین رو هم که در واقع پایین چین هست نزدیک به کره شمالی هست رو هم داشتن و اینا میشدن فرمانروایی چوسان کره کلشون که بعدها مثلا این ژاپن، این پایین بچه ژاپن. سلام، اینجا کانال یوتیوب اپلیکیشن گوتو ترینه. شما قراره اینجا رایگان اونم با جدیت و کیفیت یک کلاس حضوری 12 تا زبان زنده دنیا رو یاد بگیریم. ما اینجا قراره هر روز یه قسمت از آموزش ها رو از سطح مبتدی تا پیشرفته برات آپلود بکنیم. اما اگه عجله داری همه دوره ها به علاوه کلی امکانات دیگه تو اپلیکیشن در دسترسه. آهان، اپلیکیشن رو میتونی از اپ استور، گوگل پلی، بازار و سایت خود گوتو ترین دانلود کنی. خیلی وقتا ژاپن میومده حمله میکرده به کره و چین میومده نجاتش میداده، میومده مثلا کمکش میکرده کره رو که حالا نبازه توی اون جنگ. برای همین چینی‌ها خیلی خیلی تاثیر گذاشتن، چه توی ادبیات کره، چه توی
فرهنگ کره ها و چه توی زبانشون خیلی تاثیر گذاشتن که حالا دیگه این پادشاه سجونگ میاد دستش هم درد نکنه، چون میاد کره رو خیلی ساده ترش میکنه و الان میخوایم با هم یاد بگیریم که پادشاه سجونگ زبان کره یا هنگولو چجوری اختراع میکنه و در واقع چجوری هست و ما چجوری باید یاد بگیریم. اوکی. زبان کره هنگول که پادشاه سجونگ میارتش تشکیل شده از 14 تا حرف بی صدا یا کانسوننت. 14 تا حرف بی صدا به علاوه 5 تا حرف بی صدای دیگه که حالا بعدتر میخونیم. چرا اونا اینجا نیستن؟ چون اون 5 تای دیگه از ترکیب بعضی از این حروف با هم دیگه درست میشن، ولی اصلی ها اینا هن، اونا هم هستن، اونا هم بهش میرسیم، نگران نباشین. حالا اول بریم سراغ حروف بی صدا. حروف بی صدای زبان کره. بچه ها احتمالاً شماهایی که خیلی زبان کره دوست دارین دنبال میکنین کی پاپ و کی دراما رو دیدین، به چشمتون خورده این حروفو و میدونین که مثلا این هست ک ن د ر م ب س انگ د چ ک ت پ ه. این میدونین که این شکلیه، درسته؟ ولی اینجوری خیلی سخته که ما بخوام یاد بگیریم، در واقع نمیتونیم اینجوری حفظ بشیم. پس بیاین چیکار کنیم؟ من الان یه راهی بهتون میگم که اینجوری خیلی راحت تر همینجوری حفظش میشین، هر جا بهتون بگن الفبای زبان کره بگو راحت میگین. چجوری؟ بچه‌ها این توی زبان کره‌ای این خب بیایم این رو برداریم کنار همه این حروف بی صدا بذاریم. چجوری میشه؟ ردیف اول میشه ک ک، بعدی ن نه نه، اوکی. تا ر 갑자기 یهویی که ر ما با سا. اوکی، یه بار از اول کا نا تا را ما با سا. کانا دارا ما با سا. کانا دارا ما با سا. خیلی باحال شد نه؟ حالا بیایم این رو بذاریم برای ردیف پایینی. چجوری میشه؟ بچه این گردالیه اسمش اینگه. خب این وقتی بعدش حرف صدا دار بیاد انگار ما باید ایگنورش کنیم، دیگه صدا نمیده، صدای حرف صدا داره رو میده. میشه دا تا کا تا پا ها. اوکی. دا تا کا تا پا ها. کانا دارا ما با سا. آدا چکا تپاها. شبیه شعر شد. دوباره از اول با هم بخونیم. کانا دارا ما با سا. آدا چکا تپاها. کانا دارا ما با سا. آدا چکا تپاها. واو، good job. آفرین بچه ها. اینو هی با خودتون تکرار بکنین. کانا دارا ما با سا. آدا چکا تپاها. اولش یکم ممکنه سخت باشه براتون، میفهمم، چون برای خودم اولش سخت بود، ولی هی که تکرار بکنین همین امروز میتونین یادش بگیرین، حفظش بشین، تموم بشه بره. جزوه‌های حین تدریس رو دیدی؟ چطور میتونی داشته باشیشون؟ همه این جزوات داخل اپلیکیشن موجوده و شما میتونید به راحتی دانلودشون بکنین و حین تدریس ازشون استفاده کنید. کاری که بچه زرنگا میکنن. همه این جزوات توسط اساتید دوره و با نظارت دقیق تیم گوتوترین تهیه و طراحی و تنظیم شدن و در اختیار شما قرار گرفتن. شما میتونید اپلیکیشن رو از اپ استور، گوگل پلی، بازار و یا وبسایت گوتوترین نصب کنید. جدی میگم که یه بار دیگه کانا دارا ما با سا آدا چکا تپاها. کانا دارا ما با سا آدا چکا تپاها. اوکی. اون 5 تای دیگه چیا هستن؟ اون 5 تای دیگه از ترکیب بعضی از اون حروف ساخته میشدن دیگه. کدومشون؟ اولی ک بود دیگه، اولی ک بود. این میتونه بشه دابل بشه، یعنی 2 تا ک بیاد کنار هم دیگه. 2 تا ک بیاد کنار هم دیگه. صدای گ میده. گ.
انگار بچه ها روی گ یه تشدید گذاشتین، میشه گ گ. اوکی؟ گ اصلا تشدید داره. یه بعدش یه کانادا دا بهش میگن تیگد، اسمش تیگده. به صدای د میده، اسمش تیگده. مثلا میم نون واو ما، خب میم ما صدای م میده، اسمش میمه. حرفمون اسم داره، اینم هم شکلیه. صدای د میده، اسمش تیگده. اوکی؟ تیگد. اگه 2 تا تیگد بشن، اینجوری بشن، صدای د میدن. د. انگار که بچه ها روی د یه تشدید گذاشتیم. د د. اوکی؟ د مثل چی؟ د مثل اینجا کمربند. کمربند بچه ها، کمر به کره میشه هاری. هاری میشه کمر، کمربند میشه هاری دی. اوکی؟ اینجا هاری کمر دی. هاری دی. ایه هاری دیه. این کمربنده. 오케이? 선생님, 근데 쌍기역은 단어가 어떤 거예요? 쌍기역, بچه 쌍기역 یعنی این دابل کی که نوشتیم، این دوتا کیایی که کنار هم گذاشتیم بهشون میگن 쌍기역. 쌍 یعنی دوتایی، بهش میگن 쌍기역. اوکی؟ اسمش 쌍기역ه، صدای گ میده، گ تشدید دار. اوکی. 쌍기역 میدونیم مثل چی؟ مثل این. بچه ها این کیمچی جیگه هستش. کیمچی که هممون میدونیم دیگه، کیمچی ترشیه که کره‌ای‌ها به عنوان ساید دیش کنار غذاشون دارن و غذاشون رو با اون میخورن. اوکی؟ پس کیمچی، اما من گفتم کیمچی جیگه. کیمچی جیگه کیمچی جیگه بچه ها، جیگه رو به خورشت میگن کره. خب کیمچی جیگه یه جور خورشت کیمچیه، سوپ کیمچی یا خورشت کیمچیه که مثلا با غذا میخورن. کیمچی جیگه. اوکی؟ کیمچی جیگه. بچه ها اینجا ما چی داریم؟ 2 تا ج داریم، مثل اینجا 2 تا جیت میاد کنار هم دیگه، از ترکیب جیت میشه دیگه. اوکی؟ میشه 쌍지읒. و چه صدایی میده؟ صدای ج میده. ج. انگار که بچه ها روی جیم ما تشدید گذاشتیم. ج. مثل کیمچی جیگه. اوکی؟ 잘했어요. 자, دیگه چی؟ 쌍피읍 چجوریه؟ 2 تا پیوب داریم، اسم این پیوبه، بهش میگفتیم با، صدای با میداد. درسته؟ خب این اگر 2 تا بشه به نظرتون چه صدایی میده؟ ب. 2 تا بشه میشه ب. آفرین، ب تشدید دار. ب. مثل چی؟ بچه ها این آقای خوشتیپی که این پایینه، از من بزرگتره، برای همین من باید بهش بگم اوبا. اوبا رو کره‌ای‌ها به کی میگن؟ دخترها میگن به پسرایی که ازشون بزرگترن. معنی برادر بزرگه رو بهشون میده. یه وقتایی هم معنی اگر اون شخص برادر بزرگشون باشه یا اگر اون شخص دوستشون باشه که ازش بزرگترن، اوبا میگن. یا اگر که مثل فیلم‌های کره‌ای، اگر که مثلا با همدیگه نامزد باشن یا با همدیگه یه رابطه عاشقانه داشته باشن، هم به همدیگه اون خانم به اون آقا اوبا میگه. اوکی؟ پس 3 مدل اوبا داریم ما. اوکی؟ اوبا رو چجوری مینویسن بچه ها؟ اوبا 2 تا ب داره. اوبا کیمچی جیگه هاریدی. این چیه بچه ها؟ خرگوش به کره میشه توگی. خب اینجوری هم نوشته میشه تو کانا در مبتا اجازه کتا پاها توگی. و این آخریش 2 تا شیوت کنار هم دیگه میان. یکی از چیزایی که خوندیم چی بود؟ کانا دارا مبسا
شیوت. خب شیوت بود دیگه. خب حالا شیوت بشه 2 تا شیوت این شکلی میشه. صدای سه میده. سه. انگار سین داریم تشدید داره. سه. یه وقتایی هم صدای ش میده. میگم کیا. اوکی؟ چیزایی که گفتیم رو یاد گرفتی؟ خودت رو به چالش بکش. فقط کافیه یه سر به اپلیکیشن GoToTrain بزنی. آخر هر جلسه و دوره یه آزمون کاملا استاندارد مطابق با مطالب تدریسی طراحی شده تا خودت رو بسنجی. حتی میتونی پاسخ درست سوال‌ها رو هم ببینی تا مطمئن بشی همه چی خوب پیش میره. کافیه از اینجا اپلیکیشن رو دانلود کنی. صدای سه میده. مثلا مثل سگی بچه ها یعنی نوشتن. سگی نوشتن. خب اوکی چایارابون کرسا یه بار از اول با هم دیگه بخونیم. گ د س ب د. اوکی بچه ها حالا الان بریم سراغ موم یا حروف صدادار کره‌ای. توی همه الفباها بچه‌ها ما هم حروف بی صدا داریم هم حروف صدادار، مثل فارسی، مثل انگلیسی، مثل همه زبان‌ها. ما اصلا نمیتونیم حروف بی صدا رو فقط بخونیم که حروف صدادار کنار اون حروف بی صدا اتفاقا با کمک اونا میتونیم حروف بی صدا رو بخونیم دیگه. حالا الان میخوایم یاد بگیریم که حروف زبان کره‌ای هنگل چند تا حروف صدادار داره. چند تا داره؟ 21 داره. چرا 21 داره؟ الان بهت میگم. اوکی؟ بچه اولیش مثل اینجوری بهت بگم. کره‌ای‌ها گفتم حروف بی صداشون چند تا بود؟ گفتم 2 مدل داشتن دیگه. اولیا ساده بودن، دومیا از ترکیب اولیا درست میشدن. توی حروف صدادارشون هم همین شکلیه. یه سری دارن که اینا ساده‌ام، سری دومیا از ترکیب اینا با هم دیگه درست میشن که در نهایت میشن 21. اوکی؟ گرت راسا. برای این مثال بیاین از اولی شروع بکنیم. اولیش چیه که اولم یاد گرفتیم؟ آفرین. اینجوری نوشته میشه. یه خط از بالا، یه خط از چپ به راست. دومیش یا. یه خط از بالا، یه خط از چپ به راست، دوباره از چپ به راست. یا. اوکی؟ سومیش آیی که ما میگیم چجوریه؟ یه خط از چپ به راست، از بالا به پایین. یا اوکی. بعدی یه خط از بالا، چپ به راست. یا. آفرین. الان احتمالاً یه نکته رو گرفتین. دومی و چهارمی چجوری هن؟ دومی و چهارمی همون اولی و دومی هن، ولی یه دونه دست انگار بیشتر دارن. درسته؟ بعد صدای یه میاد توشون. اگه اولی دومی یه، اگه سومی چهارمی یاه. اوکی؟ 와 잘했어요. 오케이. 그다음에는 او چجوریه بچه ها؟ یه خط از بالا به پایین، از چپ به راست. یو. اینم دوتاییه. یو. او یو. آفرین. یو. و رسیدیم به این. بچه ها این یه دونه حرف ما نداریم تو زبان فارسی. تو خیلی از زبان‌های دیگه هم نداریم راستش. فکر کنم فقط کره‌ای‌ها این زبانو داشته باشن، این حرفو داشته باشن. اونم اینه بچه ها. دندوناتون رو خب از هم فاصله بدین، زبانتون رو بندازین پشت دندون فک بالاتون و سعی کنین از اینجا اون صدا بیارین. چجوری؟ یه چیزی بین ا و او و ای میشه اوکی. پس این این خیلی مهمه که یاد بگیرین، چون توی خیلی از کلمه ها میاد و متاسفانه خیلی اشتباهی اینو میگن او و خیلی های دیگه اشتباهی بهش میگن ای، چون نمیتونن بگن یا از اول درست یادش نگرفتن. ولی بچه ها توی پرونانسیشن، توی تلفظ یک کلمه خیلی مهمه.
مثلا شما اینو وقتی میگین درست تلفظش میکنین، کره میدونین بهتون چی میگن؟ میگن وا 한국말 잘하시네. یعنی وای مثلا کره تو خیلی عالیه. چرا؟ چون یه سوال، آخرین چیزی رایگانی که داشتی چی بود؟ به نظرت لازمه دوباره یادآوری کنم که استفاده از این اپلیکیشن کاملا رایگانه. علاوه بر ویدیوهای آموزشی، جزوه لغات و گرامر و کلی آزمون دیگه هم داره. من جای تو بودم یه نگاهی بهش مینداختم. از اپ استور، گوگل پلی، بازار و وبسایت گوتوترین میتونی دانلودش کنی. رو عین خود کره گفتین. پس بچه‌ها پس ما بیایم الان این نیتیو کره یاد بگیریم. چجوری؟ اوکی؟ آفرین. چجوریه؟ خیلی ساده است. یه خط. تمام شده رفت. نوشتنش ساده تر از گفتنشه واقعا. و آخریش ای. باز ای هم یه خط ساده. از بالا به پایین. اوکی؟ سانسینیم. اینا رو چجوری یاد بگیریم؟ این دوتا رو ممکنه قاطی بکنیم. الان بهت میگم. بچه ها او. اینو چجوری یاد بگیریم؟ من همیشه میگم بچه ها یه سکر رو فکر کنین، اینا ما میندازیم سکر بالا. وقتی سکر میندازیم بالا بهش نگاه میکنیم اینجوری میگیم او تا کجا رفت؟ او. پس او چیه؟ سرش بالاست. اوکی؟ او اون یک سرش بالاست. او کدومه؟ بعد همون سکر ما اگه بندازیمش پایین اینجوری نگاه میکنیم میگیم او افتاد. او. پس او سرش پایینه. او سرش پایینه، او سرش بالاست. اوکی؟ گرفتی چی شد؟ حالا با هم دیگه بخونیم. آیا، آیا، اویو، اویو، ای. آیا، آیا، اویو، اویو، ای. سعی کنیم با حرکت‌های دست من یادش بگیرین. آیا، آیا، اویو، اویو، ای. آفرین. آیا، آیا، اویو، اویو, 이. 자, 잘했어요, 여러분. حالا بریم سراغ حروف صدادار شماره 2 که گفتم از ترکیب بعضی از اون حروف قبلی ها ساخته می شدن. اینا چجوری هن؟ 선생님 چی کار بکنیم؟ 괜찮아요 여러분 선생님 여기 있잖아요 걱정하지 마세요. نگران چی نباشین. اوکی بچه ها بیایم 4 تای اول رو بنویسیم. 4 تای اول چیا بودن؟ آیا، آیا. اوکی من اینجا براتون نوشتم آیا، آیا. اوکی حالا بیایم فقط یه دونه ای به این 4 تا اضافه بکنیم. یه دونه ای بهش اضافه بکنیم. میشه چجوری؟ میشه شبیه اچ شد بچه ها. صدای ا میده. ا. یا میشه یه دونه بهش اضافه کنیم صدای ی میده. ی. آیا میشه ی. اوکی به بعدی یه دونه ای اضافه کنیم صدای ا میده. کره 2 تا ا دارن 2 تام ی دارن. اشکال نداره یه کمی گیج ممکنه بشین. منطقیه همه گیج میشن ولی یاد میگیرین. بازم نگران نباشین. 그래서 마지막 آخریش دوباره یه دونه میاد اینجا صدای ی میده. پس آیا، آیا میشه ی. اوکی پس ما تا الان چجوری یاد گرفتیم؟ اوکی گفتیم آیا، آیا، اویو، اویو، ای و 4 تا دیگه هم الان یاد گرفتیم ی. اوکی 잘했어요. 그다음에는 بعدیاش بچه ها از ترکیب چیا بودن؟ بذار یه بار بنویسیم. آیا و آیا و اویو و آفرین اویو اویو و او ای بودن. اوکی ما اینا رو نوشتیم.
اینا رو نوشتیم از ترکیب اینا. حالا بعدیه از ترکیب اینه و این و این و این. اوکی چجوری؟ این او خودش 3 تا مدل حرف جدید میده به ما، در واقع حرف صدادار جدید به ما میده. اون 3 تا مدل چیا هستن؟ یه بار اینه که ما بیایم بهش یه دونه ا اضافه بکنیم. اینجا یاد گرفتیم دیگه ا همین که اچ بود. خب یه دونه بیایم بهش ا اضافه بکنیم. چجوری میشه؟ میشه او ا او ا او ا او ا او ا. تندتر بگیم او ا او ا و و صدای و میده بچه ها. او ا و اینو از من نشنیده بگیر، ولی قراره هر 5 دقیقه یه بار منو ببینی. پس اگه میخوای آموزش رو بدون من ببینی، همین الان اپلیکیشن رو دانلود کن، چون تو اپلیکیشن خبری از من نیست و میتونی با خیال راحت ادامه بدی. از کجا دانلود کنی؟ اپ استور، گوگل پلی، بازار و وبسایت گوتترین. و میده، مثل وقتی میخوایم بگیم چرا به کره میشه و اوکی. بعدی چیه؟ بعدی بیایم بهش ا اضافه بکنیم. ا اضافه بکنیم چی میشه؟ میشه او و صدای و میده و. اوکی. بعدی چیه؟ بیایم بهش یه دونه ای اضافه بکنیم. او ای وی. اوکی. یعنی اوی وی. اوکی. و پس و اوکی. 잘했어요. 마지막 او از او هم با 3 مدل حرف جدید میتونیم بسازیم. اون 3 تا چی هم؟ او. یه بار بیایم بهش آ اضافه بکنیم بچه ها. این آ رو انیو ایگا مرگو این نه اینو آ رو برداریم بهش اضافه بکنیم. او میاد اینجوری تو چیکمش. وا صدای وا میده. وا. بعدی چیه؟ بیایم بهش یه دونه ا اضافه بکنیم. میشه ا بچه ها اینجا یاد گرفتیم اینجوری میشه او و. اوکی. سری که میگیم صدای و میده و. آفرین. و آخریش او. بیایم بهش یه دونه ای اضافه بکنیم، مثل اینجا که توی این وری هم یه دونه ای اضافه کردیم، این هم بهش یه دونه ای اضافه کنیم میشه او ای وی صدای وی میده. خب تیاربون هم تا 예 اوکی. و آخریش وی. 잘했어요 여러분. اوکی. حالا با هم دیگه بیایم از اول حروف صدادارا رو با هم بخونیم. چجوری میشه؟ 하나 둘 셋 시작. 아야 어여 오요 우유 으이. 그 다음에는 에예 와웨 웨위 웨워 의. اوکی. ای چجوری ساخته شد؟ ای یه دونه از چپ به راست، یه دونه از بالا به پایین. ای میشه ای مثل ایجا به کره میشه صندلی، یا ایسا به کره میشه دکتر. ای اوکی. 잘했어요. 그래서 한 번 더 از اول دوباره. 아야 어여 오요 우유 으이. 아야 어여 오요 우유 으이. 자, 2번 دومیش 에예 와웨 웨 위웨 워이. اوکی. 잘했어요 여러분. آفرین
آفرین، خیلی خوبه بچه ها. تا الان ما با همدیگه توی همین چند دقیقه همه حروف بی صدای کره رو یاد گرفتیم، همه حروف صدادار کره هم یاد گرفتیم. حالا وقت چیه؟ میخوایم با همدیگه کلمه بسازیم. کی بزن بریم چپ. اولین مدل، ساده ترین مدل، آسون ترین مدلی که بخوایم به زبان کره کلمه بسازیم میدونین چیه؟ اینه که ما بیایم یه دونه حرف بی صدا رو برداریم، کنارش یه دونه حرف صدادار بذاریم. تمام شده رفت. چیه کار باید بکنیم؟ فقط با حواسمون به این باشه که حروف کره‌ای، کلمه های کره‌ای، تک کلمه توی یه مربع بچه‌ها باید جا بشن. توی یه مربع باید جا بشن. ما وقتی که به انگلیسی میخوایم بنویسیم سیب، خب اپل، ما چجوری مینویسیم اوکی اپل. اینجوری کنار هم افقی مینویسیم دیگه. خب اینا مربعن؟ نه خیر. علم هندسه میگه این مستطیله، مربع نیست. اوکی. فارسی هم همین جوریه. فارسی هم ما مینویسیم حتما نباید مثلا اندازه مربع باشه دیگه، همینجوری مینویسیم میره. خب درسته، اونم مستطیله. اما توی زبان کره‌ای مربع کنار هم دیگه است. چه جوری بچه‌ها؟ حالا الان من گفتم اوکی ما این مربع رو یاد گرفتیم، پس باید توی یه مربع جا بشه. یعنی باید وقتی می‌نویسیم دقت کنیم این باید یه دونه کلمش باید توی یه مربع جا بشه. حالا بستگی داره که هر کلمه چند قسمت باشه. مثلا میتونه مثلا مریم سانسینیم، مریم، ما یه مربع، ری یه مربع، یم یه مربع. اینجوری نه که مربع بذاریم ما، نه قرار نیست مربع دورش بکشیم. قراره توی نه یکی، نه دوتا، نه سه تا، 12 تا. باورم نمیشه این اپلیکیشن 12 تا از زبانهای زنده دنیا رو از سطح مبتدی تا پیشرفته آموزش میده. اونم رایگان. انگلیسی، ایتالیایی، فرانسوی، آلمانی، عربی، چینی، ژاپنی، کره‌ای، اسپانیایی، حتی ترکی استانبولی، روسی، فارسی. دیگه چی میخوای؟ از اینجا نصبش کن. جا بشه. یعنی نوشتنمون باید جوری باشه که تو مربع جا بشه. الان بهت میگم یعنی چی. اینو گوشه ذهنت داشته باش. الان ما میخوایم آسون ترینش رو با هم دیگه بریم که ترکیب یک دونه حرف بی صدا با یک دونه حرف صدا داره. مثل چی؟ این آقای داره به کی اشاره میکنه؟ به خودش اشاره میکنه. میخواد بگه من تو زبان کره‌ای میشه چا. چجوری نوشته میشه؟ چا. اوکی سانسین وایستا. کانا دارا مبسا عجا کتپها. اوکی پس اولیش چه فرقی نداره بچه. این نقطه رو میتونین اینجا بذارین، میتونین اینجوری بالاش از اینا بذارین، یعنی فرقی نداره، بسته به دل بخواه خودتونه که اون خط رو چجوری بذارین. حالا چه میگه تا. آ سانسنیم سب کن. آ کدوم بود؟ آ آیا. آ اینه که دستش این وریه از چپ به راست میاد. پس این تا یعنی من. چجوری ساختیمش؟ یه حرف بی صدا ت، یه حرف صدادار آ گذاشتیم کنار هم. الان بچه ها اینا توی یه مربع جا میشن دیگه. دقیقاً اندازه شد توی یه مربع. چا اوکی. تا یعنی من. مثلا تانن مریم تانن مریم ایمنیده، من مریم هستم. اوکی. تا شما بخواین خودتون معرفی کنین تانن لب 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 اییا اسمتون رو میگین. اوکی تانن اسمتون اییا، من فلانی هستم. تا دومیش چیه بچه ها؟ این چاییه. چایی به کره‌ای میشه تا. اوکی چا رو چجوری می نویسیم؟ دوباره کانا دارا مبسا عجا کتپا. اوکی پس یه دونه چه داره چا یا همون اولیه. چا یعنی چایی. بچه ها چا یه معنی دیگه هم میده، الان بهتون میگم. چا هم میشه چایی هم میشه ماشین. آره چا هم میشه چایی هم میشه ماشین. پس الان اینو نگاه کنین توی یه مربع جا شد یا نه؟ نه سانسینیم. بله سانسینیم. آفرین. تا کدالمنن بعدیش
بچه اینا گلابی های کره‌ای هن. خب بعد تو کره این گلابی ها هست، گلابیه، این سیب نیست، گلابیه و خب این شکلیه. کره ها اسم دارن براش، بهش میگن پ. چجوری نوشته میشه؟ یه دونه پیوب و یه دونه ای همون ای که شبیه اچه ایروکه اینجوری پ چا چا پ. اوکی ترسایا. بعدی مدل بعدی که ما بخوایم یک کلمه رو به کره بنویسیم چجوریه؟ اینجوریه که ما بیایم یه دونه حرف بی صدا، یه دونه حرف صدادار، دوباره یه دونه حرف بی صدا بذاریم کنار هم دیگه. چجوری؟ 어떻게؟ چجوری؟ 이렇게. بچه کوه به کره چی میشه؟ من خیلی هم دوستش دارم. کوه میشه سن. کانا در مبسا. اوکی پس سن آیا سن نه سانسنیم. این 2 تا حرف بی صدا شد. درسته 2 تا حرف بی صدا شد توی یه کلمه دیگه سن، توی یه قسمت سن. پس قرار نیست این نیوده یا این نهه که دارم تلفظش میکنم آخرشه قرار نیست بره این ورش. چرا؟ چون باید توی یه مربع باشه. اگه بره این ورش، من اگه اینجا بنویسم این مربع میشه بچه ها؟ نه این دیگه میشه مستطیل. برای همین قرار نیست بره این ورش، میاد زیرش. چه جوری میاد زیرش؟ از اینجا شروع میشه تا اینجا، اینجوری میشه سن یعنی کوه. سن. دومی چیه بچه ها؟ این عکس خوشگل ستاره است. ستاره به کره میشه پیال پ آ پ یا ل پیال. اینجوری هم نوشته میشه پ پیوب یا نبینم قصه بخوری که پارتنر نداری. نه منظورم پارتنر زبانه. تو اپلیکیشن گوتوترین میتونی با بقیه زبان آموزا چت کنی، پارتنر زبان پیدا بکنی، باشون وارد چالش بشی و خب انگیزت هم چند برابر بشه. از گوگل پلی، اپ استور، بازار و وبسایت گوتوترین این اپلیکیشن رو نصب کن. یا پی یا ریوت میتونه کنارش بیاد؟ نمیتونه کنارش بیاد، میاد زیرش میشه چون این یک کلمه است. پیال یعنی ستاره. اوکی تمامنن. بعدی بچه این میدونید چیه؟ این جلبک های کره‌ایه که کره‌ای ها میدونید جلبک خیلی دوست دارن دیگه، خیلی هم مقویه جلبک. این جلبک ها رو میان مثلا با نمک مزه‌دارش میکنن یا یه وقتی تو روغن تفتش میدن، بعد تبدیل میشه به این جلبک ها. مثلا اینجوری میشه. حالا شما میتونید چیپسی مثلا بخورینش به عنوان اسنک بخورینش، یا مثلا کره مثلا توش کیمباب باهاش درست میکنن، یا مثلا اینجوری صرفا اونو با برنج میخورن. خیلی جلبک براشون خیلی خیلی مهمه، تو همه غذاهاشون اکثرا استفاده میشه. جلبک به کره‌ای یه راهنمایی بهت میکنم، از کیمباب میاد. کیمباب یعنی برنج، پس کیم میشه جلبک. چجوری نوشته میشه؟ کانا داره، پس که ای کیم م کجا میاد؟ کنارش میاد؟ نه، چون این یه کلمه یه بخشیه. کیم کلمه یه بخشی توی مربع، کیم میاد پایینش. کیم یعنی جلبک. سن پیال کیم، سن پیال ستاره کیم. اوکی تا ایباننه. حالا یه مدل دیگه هم میتونیم یک کلمه یه قسمتی رو بنویسیم. چجوری؟ این برای بچه‌ها وقتاییه که ما حرفایی رو داریم که حرف صدا داره دیگه کنار حرف بی صداه نمیاد، اینجوری توی یه خط نمیان. حرف صدا داره میاد زیر این حرف بی صداه، ولی همه حرفای صدادار این اتفاق براشون نمیفته ها. مثلا بچه‌ها مثلا هیچ وقت نمیتونه بره زیر یه حرف بی صدا. مثلا اگه ما مثلا سه داریم، خب هیچ وقت نمیتونه بیاد اینجا. نه اینجوری نه. بعضی از حروف میتونه، مثلا یا نمیتونه بیاد، آیا نمیتونن بیان. اینایی که خط عمودی دارن، بلند خط عمودی دارن، اینا همیشه این کنار میان. خب یا و آیا و اینا همیشه این کنار میان. و کدوم هستن که این زیرشون میان؟ اونایی که زیر میان فقط اینا هن بچه ها. او و یو و
یو و ا. این 1 2 3 4 5 این 5 تا فقط میتونن زیر حرف صدادار بیان، کنارش هم که نمیتونن بیان. مثلا مثل چی بچه ها؟ الان عکس اولی رو نگاه کنین، شماره 5 به کره‌ای میشه او 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 میشه 5. آره او میشه 5. چجوری نوشته میشه؟ او یه دونه این داره، گفتم این گردالیه. وقتی که با حروف صدادار بیاد، فقط با حروف صدادار بیاد، انگار ایگنورش کنین، انگار اصلا دیده نمیشه و حرف صدادار فقط خونده میشه. او، حالا دارم میگم او، پس اینجوری نوشته میشه او. اینجوری. اوکی، اینو از من بپذیرید. او او. دومیش چیه؟ دومیش گاوه. گاو به کره‌ای میشه سو سو، همینقدر ساده. سو سو اینجوری میاد زیرش. سو سو. بینی به کره‌ای میشه کو کو. کانا داره مبسا ازا چا کتا پاها که کو. او میاد زیرش. او سو کو. اوکی، 잘했어요. 자، یه مدل دیگه هم داریم که خب الان قبلی او سو کو چه شکلی بودن؟ گفتیم حرف بی، باز اونام دوتایی بودن دیگه، یعنی یه دونه حرف بی صدا، یه دونه حرف صدادار. ولی حرف صدادارایی که مثل او یو و او یو ا میان زیر حرف بی صدای ما قرار میگیرن. حالا الان همون حرف بی صدا، حرف صداداری که زیر میاد، این دفعه یه حرف بی صدای دیگه هم میاد زیرش، یعنی 3 تیکه‌ای میشه. مثل چی؟ مثل آب. آب به کره‌ای میشه مول مول. چجوری نوشته میشه؟ دارم میگم مول. م داره اولش، مول. او داره ل ل. مول مول. اوکی. دومی چشم. چشم به کره‌ای میشه نون نون. آره نون، خیلی آسونه. نون. دارم میگم نه نو نه، خیلی آسونه دیگه، از این آسون تر نداریم. نون نون. بچه ها نون مثل چا که هم چایی میشد هم ماشین، نونم هم چشم میشه هم برف میشه. بذارین باهاتون صادق باشم، هوش مصنوعی که دیگه نمیتونین از زندگیتون حذفش بکنید. ما هم نتونستیم از اپلیکیشنمون جدا کنیم. چیکار کردیم؟ اومدیم یه قسمت به اسم چت با هوش مصنوعی درست کردیم. چیکار میکنه؟ کارهای جالب. مثلا باعث میشه که رایتینگتون تقویت بشه. حالا میخوایم بدونین از کجا میتونین اپلیکیشن رو دانلود بکنید؟ از اپ استور، گوگل پلی، بازار و وبسایت گو تو ترین. هم چشم میشه هم برف میشه. اوکی. عکس بعدی تون پول. تون 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 چجوری نوشته میشه؟ ت او ن. تون تون. و عکس بعدی دست چی میشه؟ سون سون سون. چجوری نوشته میشه؟ ایروکه سون سون. پس یه بار از اول 물, 눈, 돈, 손. 물, 눈, 돈, 손. اوکی. 마지막. 이번에는 بچه ها این عکس خوشگله چیه سمت چپ؟ توی فیلم های کره هم زیاد دیدیم. بچه ها به این میگن داگ داگ داگ. داگ یا رایس کیک های کره‌ای هستن که اینا میان با آرد برنج درستش میکنن. برنج رو آسیاب میکنن، بعد با آب مخلوطش میکنن، بعد این یه حالت خمیری پیدا میکنه. بعد مثلا توش هر چی دوست دارن میذارن. مثلا یه وقتی لوبیا قرمز چیز میذارن، لوبیا قرمزی که حالت پوره شده مثلا وسطش میذارن، یه وقتی شکلات وسطش میذارن، چیز میذاری مختلف، هر چی بخوان مغزش رو پر میکنن. بعد اینو هر مدلی که دوست دارن در میارن و میذارن یه مدت توی یخچال بمونه، بعدم سروش میکنن میخورن به عنوان شیرینی. یه جور شیرینی کره‌ای حساب میشه که خیلی هم خوشمزه است. بهش میگن داگ داگ داگ. اما چجوری نوشته میشه؟ د. دارم میگم د تشدید دار میشه ایروکه د. داگ. آ میاد، آ هیچ وقت زیر نمیره، میاد کنار، میاد تو شکم اینا. داگ. گ گ گفتیم قانون مربع، پس ک میاد پایینش، اینجوری میشه داگ داگ. اوکی.
떡. 떡이 너무 맛있어요. 떡 خیلی خوشمزه است. 떡. اوکی. 그래서 그 다음에는 بعدی برنج پخته شده. بچه ها کره به برنج پخته شده میگن پاپ. پاپ. چجوری نوشته میشه؟ پیوب ا پاپ. 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 اوکی. یه دونه حرف بی صدا، صدادار و بی صدا زیرش. و بعدی خرمالو که برای کره خیلی هم میوه جذاب و خوشمزه، خیلی هم همشون دوست دارن. خرمالوی یخ زده اونجا هست، خرمالوی خشک شده اونجا هست، خرمالو به عنوان مثل برگه خرمالو اونجا هست. خیلی خیلی خرمالو براشون میوه خوشمزه و عزیزیه. و خرمالو به کره‌ای میشه کم. کم. اینجوری هم نوشته میشه کم. کم. اوکی. همون تا در هسته‌ها با من تکرار کنین. دک پاپ کم. اوکی. حالا با هم دیگه میتونیم الان که یاد گرفتیم کلمه‌های مربع مربعی، کلمه‌های یه قسمتی درست کنیم، میتونیم کلمه‌های دو قسمتی هم درست بکنیم. هر چند تا قسمت که کلمه داشته باشه ما میتونیم خیلی راحت درست بکنیم. چجوری؟ اینجوری. شیر به کره بچه‌ها میشه اویو. اویو. خیلی آسونه. اویو. اویو. او خودش توی یه مربع جا میشه. یو خودش توی یه مربع جا میشه. اینجوری نوشته میشه. او یو. او یو. او یو. اوکی. دومی انگور. انگور به کره‌ای میشه پودو. پودو میشه پودو. پودو. پودو انگور. بعدی بچه به کره میشه ای. ای. خیلی هم آسونه. یه دونه یه دونه ای. ای. ای میشه بچه. و کلاه به کره میشه موجه. موجه. موجه میشه کلاه. بعدی اویی. اویی به کره میشه خیار. اویی. مجمع آخریش درخت به کره میشه نمو. 오케이. 한 번 더 처음부터 끝까지 읽어보세요. 같이 우유, 포도, 아이, 모자, 오이, 마지막 나무. 이번에는 اپلیکیشن رو از کجا دانلود کنی؟ از هر جا که دلت بخواد. اپلیکیشن گوت‌ترین تو هر پلتفرمی که فکرش رو بکنی در دسترسه. اپ استور، گوگل پلی، بازار و حتی وبسایت خود گوت‌ترین. همه لینک ها هم تو کپشن همین پست موجوده. اما من میگم از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کن که اپلیکیشنت به صورت اتوماتیک آپدیت بشه. یه کلمه خیلی مهم. کلمه معلم چی میشه؟ 선생님. چجوری نوشته میشه؟ 이렇게 선생님. مریم 직업이 뭐예요? شغل شما چیه؟ 저는 한국어 선생님이에요. من معلم زبان کره‌ایم. من 선생님 هستم. من معلم هستم. 선생님 안녕. 바이바이. سلام. 오케이. 그리고 그 다음에는 بعدی. بچه‌ها عشق چی میشه به کره؟ کره خیلی میگن 사랑해요. عشق به کره میشه 사랑. چجوری نوشته میشه؟ سارنگ میاد آخر. سارنگ. چرا این شکلی شد؟ اوکی. سارنگ میشه عشق. اوکی. 이 사람이
دختر به کره چی میشه؟ دختر به کره میشه یا جا. یا جا. یا چجوری نوشته میشه؟ همیشه حواستون باشه یه دونه حرف بی صدا همیشه اول میاد. حالا مهم نیست الان مثلا ما تو صدایی داریم میگیم یا جا، داریم میگیم یا جا، یه صدای یا میشنویم، صدای حرف بی صدا نمیشنویم. ولی سانسینی به ما گفته که ایین وقتی که اول بیاد بعدش حرف صدا دار بیاد، ما انگار ایین صدا نمیده، فقط صدای حرف صدا داره میاد. پس وقتی حتی ما میگیم یا جا، اولش اون ایین میاد توی نوشتنی ولی توی خوندنی صدای حرف صدا دار بعدیشو میده. اینجا میشه یا جا، پس ایینگ، و یا میشه یا جا. یا جا یعنی دختر. شلوار به کره چی میشه؟ پاجی. 이렇게 파지. مو به کره چی میشه؟ ماری. اوکی. 갑자기. اوکی. ماری میشه مو. و در آخر خانواده به کره میشه 가족 میشه خانواده. 가족. 오케이 여러분 한 번 더 같이 읽어보세요. با هم بخونیم. 선생님 사랑 여자 바지 머리 가족 خانواده. اوکی 잘했어요 여러분. 진짜 수고했어요. آفرین بچه ها، آفرین. خسته نباشین. این جلسه ما تموم شد. شما تو این جلسه تونستین الفبای زبان کره رو یاد بگیرین. هر کلمه دلتون الان بخواد میتونین از روش بخونین، میتونین بنویسین، تمرین کنین و با دوستاتون صحبت بکنین. امیدوارم که از این جلسه لذت برده باشین. توی جلسات بعدی میبینمتون. 그래서 여러분 안녕.